فرض کن داری میری غذا برداری چون گشنته. بعد از این که برداشتی با یه همچین صحنه جذابی مواجه میشی. فکر نمی کنم نیازی به توضیح دادن باشه که این موجودات لعنتی توی همه چی میرن و همه چی میخورن. گوشت، سبزیجات، لبنیات، همه چی واقعا. مثلا یه روز میخواستم برم یه بسته نمک بردارم که دوباره باهاشون مواجه شدم. ای لعنت به همتون، لعنت به همتون. فقط و فقط اینجوری باید باهاتون برخورد کرد چون دیگه واقعا حوصله‌تون رو ندارم. مثلا این لعنتی رو ببینید اینجا، تخت منه. چیه خب مثلا اینجا چی داره؟ دنبال چی هستی؟ فوکس کن. آها، برو به کارت. کل خلاصه حرفم اینه که منقرض شید.